سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم یکی از سوالات واقعاً چالش برانگیز آزمون NPPE رو کالبد شکافی کنیم. میخوایم ببینیم وقتی یه مهندس توی یه موقعیت حساس اخلاقی گیر میکنه، چطور باید فکر کنه و بهترین تصمیم رو بگیره. بسیار خوب. اینم نقشه راه امروزمون. اول به خود مسئله شروع می‌کنیم، بعد سوال رو عمیق تحلیل می‌کنیم، قدم درست رو پیدا می‌کنیم، نگاهی به دام‌های رایج توی این مدل سوال‌ها میندازیم و در نهایت با یه اصل طلایی و مرور واژه‌های کلیدی بحث رو جمع می‌کنیم. خب آماده اید؟ بیایید بریم سراغ اصل ماجرا. فرض کنید شما همون مهندسی هستید که توی این سناریو قرار گرفته. خودتون رو بذارید جای اون شخص. سوال اینه، وقتی یک مهندس دارای مجوز متوجه میشه که سازمانش مواد خطرناک و کنترل شده رو به شکلی دفع میکنه که میتونه سلامت و ایمنی مردم رو به خطر بندازه، مناسبترین اقدام اولیه که باید طبق تعهدات حرفه‌ایش انجام بده چیه؟ ببینید دو تا بخش اینجا فوق‌العاده مهمه. یکی به خطر انداختن عموم و اون یکی که از همه کلیدی تره، مناسبترین اقدام اولیه. خب 4 تا گزینه روی میزه. الف، اینکه بریم و موضوع رو رسانه‌ای کنیم. ب، مسئله رو با سرپرست مستقیم خودمون در میون بذاریم تا موضوع رو شفاف کنه و اصلاحش کنه. جیم، فوراً با انجمن مهندسی استان تماس بگیریم و گزارش بدیم. یا دال، استعفا بدیم و کلاً خودمون از ماجرا بکشیم بیرون. یادتون باشه، آزمون NPPE دنبال این نیست که ببینه شما در نهایت چی کار میکنید. دنبال اینه که ببینه اولین قدم هوشمندانه و حرفه‌ای شما چیه. خب قبل از اینکه بپریم و یه جواب رو انتخاب کنیم یه لحظه صبر کنیم. بیایید ببینیم اصلا این سوال از کجا میاد. این سوال دقیقاً میزنه به قلب مبحث اخلاق حرفه‌ای یا همون professional ethics. طراح سوال میخواد بسنجه که آیا شما به عنوان یک مهندس اولویت بندی مسئولیت هاتون رو درست بلدید یا نه. اینجا با مهمترین اصل اخلاق مهندسی روبرو هستیم. اصل برتری یا paramountcy principle. این اصل چی میگه؟ میگه وظیفه شماره 1 اصلی و بیچون و چرای شما به عنوان یک مهندس حفاظت از ایمنی، سلامت و رفاه عموم مردمه. تمام تعهدات دیگه چه به کارفرما، چه به حرفتون و چه به خودتون در رده‌های بعدی قرار میگیرن. این قانون اوله. این اسلاید رو ببینید. این هرم در واقع قطب‌نمای اخلاقی شماست. توی هر دو راهی باید به این نگاه کنید. در قله این هرم کی قرار داره؟ مردم. بعد از اون کارفرمای و مشتری شما، بعدش خود حرفه مهندسی و در نهایت خود شما. این ترتیب به هیچ وجه نباید به هم بخوره. بسیار خوب، حالا که این چارچوب ذهنی رو داریم برگردیم سراغ گزینه‌ها. کدوم یکی از این 4 گزینه هم به وظیفه اصلی ما در قبال مردم عمل میکنه و هم اصول حرفه‌ای رو زیر پا نمیذاره؟ و بله، پاسخ صحیح گزینه B هست، یعنی طرح موضوع با سرپرست مستقیم. شاید بپرسید چرا؟ چون یه قانون طلایی وجود داره. اولین قدم شما در مواجهه با یک مشکل تقریباً همیشه باید یک اقدام داخلی و از طریق کانال‌های رسمی سازمان باشه. دلایل درستی این گزینه خیلی منطقیه. اولاً شما به سلسله مراتب سازمانی احترام میذارید. این نشونه حرفه‌ای بودنه. دوماً شما به کارفرماتون این شانس رو میدید که خودش اشتباهش رو جبران کنه. ما همیشه باید با فرض حسن نیت جلو بریم. شاید اصلا سرپرست شما از این موضوع خبر نداره. این روش حرفه‌ای‌ترین و کم‌تنش‌ترین راه برای شروع حل مسئله است. حالا بریم سراغ قسمت جذاب ماجرا، یعنی دام‌های تستی. بیایید ببینیم چرا بقیه گزینه‌ها غلط هستن و طراح سوال چطور میخواد ما رو به اشتباه بندازه. گزینه الف، یعنی رسانه‌ای کردن موضوع، یه اقدام خیلی افراطیه. این کار که بهش میگن سودزنی یا whistle blowing، مثل فشار دادن دکمه قرمز توی فیلم هاست. این آخرین راه حله، نه اولین قدم. شما وقتی این کارو میکنید که دیگه هیچ راهی نمونده باشه و خطر هم خیلی فوری و جدی باشه. گزینه ج، یعنی مستقیم بریم سراغ انجمن مهندسی، این هم یه جور پریدن از روی مراحله. درسته؟ شما دارید از یه پله خیلی مهم رد میشید. انجمن یا نهاد نظارتی نقش پشتیبان رو داره. اول باید تلاش کنید مسئله رو داخل شرکت حل کنید. اگر نشد، اون وقت نوبت به اونها میرسه. و اما گزینه د، استعفا دادن. این واقعاً بدترین انتخاب ممکنه. این فرار از مسئولیته. این یه جور شونه خالی کردن و نقض مستقیم وظیفه شما در قبال مردمه. شما با رفتنتون نه تنها مشکلی را حل نمی کنید، بلکه عملاً تضمین می کنید که اون خطر همچنان باقی بمونه. این یه اشتباه غیر قابل قبوله.
خب بعد از اینکه همه گزینه‌ها رو بررسی کردیم، اون درس اصلی، اون نکته کلیدی که باید از این سوال یاد بگیریم چیه؟ این اصل طلایی رو باید توی ذهنتون حک کنید، هم برای امتحان و هم برای کل دوران کاریتون. اول، تلاش برای حل داخلی. همیشه قبل از اینکه مسئله رو به بیرون از سازمان بکشونید، از تمام کانال‌های داخلی برای حلش استفاده کنید. عالیه. برای اینکه دیگه هیچ نقطه مبهمی باقی نمونه، بیایید چند تا از اصطلاحات کلیدی که توی این سوال استفاده شد رو با هم مرور کنیم. درک دقیق این کلمه ها خیلی مهمه. hazardous materials یا مواد خطرناک که خب دلیل اصلی نگرانی ما در این سناریو بود. regulator یا نهاد نظارتی همون انجمن مهندسی استانی شماست که اگه راه حل داخلی جواب نده باید بهش مراجعه کنید. corrective action یا اقدام اصلاحی دقیقاً همون چیزیه که شما از سرپرستتون میخواید انجام بده. و در نهایت chain of command یا سلسله مراتب اداری همون مسیریه که گزینه درست یعنی گزینه B به ما پیشنهاد میکنه طی کنیم. و این تحلیل ما رو با یه سوال خیلی عمیق تنها میذاره تا بهش فکر کنیم. واقعاً در چه نقطه‌ای یک وضعیت اونقدر فوری و خطرناک میشه که نادیده گرفتن سلسله مراتب تنها انتخاب اخلاقی باقی مونده برای یک مهندس میشه؟ مرز بین اقدام حرفه‌ای و اقدام فوری کجاست؟ ممنون که در این تحلیل با من همراه بودید.